سلام رفقای عزیز، حالتون چطوره؟ خوش اومدین به اولین ویدیوی چنل ما. امیدوارم که ویدیوی خوبی بشه. من امیر ونوم هستم. اومدیم که زجای آخر رو برای 15,000 بزنیم با این دک خلا. البته 2 خلا داریم فعلا، حالا بعدا اسپارکی یا جاینت احتمالاً مکس کنیم. بریم که ببینیم لنگامونو میدن بالا یا 15,000 میکنیم بالاخره. مچ اول علی عثمان، هوک فرست پلی. بهش بذار بازی شروع شه. احتمال هوک زلزله هست، اما هوک زلزله است ترکیبش. آره بابا هوک زلزله است. دوبار نگانات اینجوری زدم که بیاد این ور ترنسش هم دفاع کنه، دمیج خوب از این نداشت بود. نگانایت تخباز یکی دیگه. یکی دیگه احتمال هوک هست از این برم با جلادم. الان باید بیاره جلو. گارد میخواد بزنه، گاردشو نزد بدون لاگ. درنس اونجا دشت میکنه. مرسی. این بر تابرشو اینیم باید دارت گوبلین میتونه بگیریم. دفاع کرد. چاره جز مگانایت نداریم، مجبوریم مگانایت بندازیم اینجا. 100% دفاعش میکنه. بله این گلدن نایت. این بر جلاد برای حمله احتمالیش. بدون پرنس دارت گوبلین بندازیم جلادش رو بزنه. برای اون بر مگانایت باریم. بیاد داخل مگانایت بدون لاگ. دوباره پرن باش. اول هوگو میده. بریم تاورشو بگیرم بدون ریج. یا برو تمام. بچه اول علی عثمان. بریم سراغ مچ دوم. فکر کنم 1 2 4 تا یا 3 تا بتل دیگه میخواد. هزار کنید سر فول بریم تو مخ حریف. بدون گلدن نایت. گلدن نایت تو این جور جا خیلی جوابه. بدون ابیلیتی. ابیلیتی زود داره. رنس جلو پرنس رو قطعا پر میکنم چون کارتای زمینیشو زده. کریشو سایکل کرد. اینا چسبید. اکسیر کم آورد تعریف بچه. گلدن نایت ابیلیتی نیاز نیست. به دارت گوبلین سری.
یه دونه لاگم میزنه. یه نایت 2 تا میزنه. احتمال حمله هست. خب حمله نکرد. ماسک هم داره. اکسیر که پر شد جلاد میریم. مگانایت هم میریم. ماسک مگانایتمون رو خورد. یه پرنت چون جلادمون زنده است باید والکریش بکنم ایوه. آره والکریش ایوه که ننداخت. اگه والکریش ایوه نبود اینجا مینداخت. بدون ابیلیتی بزنه والکریه باشه بگیریم اینجا راحت جمع. مگانایت داریم اینجا. پرنس رو میندازیم که کارتا نگیرن رو جلاد. خوبه. یه دونه هوک مگانایتش رو میندازه. بله مگانایت دوباره پارتولین ابیلیتی میزنیم نیاد این تاور. از اون ور حرکات موزون انجام بده. اجازه رو بهش نمیدیم. یه ابیلیتی این ور میزنیم. هوگمون هم میندازیم. اکسیر نداره حریف. یه ضربه 2 ضربه. سومی هم میزدی خیلی عالیش. یه دونه لاگ بچه هم میزنیم. دشه هم دششو بگیریم هم سپرشو بگیریم. جلاد از ته اونو باید دفاع کنه. ول کرد بازی ها. آره اولین بار میبینم تو کاپ یکی زورش نمیرسه بازی رو ول میکنه. معمولا تو لیگ و سطح بالا ول میکنه. اینا که کسخولن تا لحظه آخر بازی میکنن. چند تا دیگه میخوایم 2 تا دیگه بتل میخوایم ببینیم میتونیم بزنیم یا نه. بدونه هو ببینیم چی داره حریف. دارت گوبلین با رولن نایت ابیلیتیش هم میزنیم. ابیلیتی برسه. مرسی بچه. بهترین کارت برای دفاع فورنیج پرنت چون تک ضرب میزنتش. اکا یه دونه دارت گوبلین اینجوری این ور اول بزنه بعد بره سراغ اون ور. یه دونه لاگ اینجا میزنیم بخوره به این. واو شانس. یه دونه مگانایت یه دونه ریج. بهترین دفاع همین بود. بهتر از این فکر نکنم میشد دفاع کرد. یه پرنت زبیزش رو داد دوباره. خوبه میذاریم اکسیرمون پر شه. پکاشو بگیریم از دستش. یه دونه 2 تا مرسی. دارت گوبلین دیر انداختم. یه دونه لاگ یه دونه پرنت. اوه
دیگه چیه؟ ریج زود دادم ولی بازم خوبه آج. یه دونه والکری او داره فکر کنم. والکریش او نشده. یه دونه جلاد میتونه کارت خوبی باشه جلوی این حریف. یه دونه گلدن نایت. پرنس چرا رفت اونور؟ شانسو، واقعا شانس. پرنس چرا یهو رفت اونور؟ عجب. اینه هو مالا یکی بیشتر ندارم. اگه گریو بزنه با میگانایت میتونیم کارتشو سر پل نگر داریم که به گریوش دفاعشه. عروش هم زد، عروش خیلی دیر زد. بدون ابیلیتی جلاد همه رو با هم الان میزنه. خوبه. یه دونه لاگ، یه دونه هوگ، یه دونه ریج، یکی دوتا. مرسی. یه جلاد احتمال گریف هست. گلدن نایت بالا. گریفش فکر کنم الان بزنه. بله. دونه لاگ از پایین، دونه ریج فکر کنم باخت. بله. این دیگه خیلی کسشه بود. اینا هیچ جوره نمیشد با هوگ 14 نمیشد این ازا. ترکیب و تو رو قرآن. پرنس اونجا نمیرفت اونور این همه دمیج نمیخورده. دوتا زپیز این ور بود، پرنس هم انداختیم این ور ولی پرنس رفت اون ور. جالبه. بعد انداخت. آره. اکسیر علکی خرج کردیم، دمیج رو خوردیم. یه دونه ریج، یه دونه جلاد. راکت که دیگه نداری. ویزارد کرکر. عالی. به پرنس میندازیم. میگان آیت هم داری. به باش پرنس رو ننداخته بود. فکر نمی کردم میگان آیت هم داشته باشه. الان اکسیر از کجا میخوای بیاری برای دفاع؟ الان لاگت همون ور زدی. ریج میکنه اینجا. بله همینجوری اکسیر خرج میکنی باید فکر اینجور جام بکنی. بدون گلدن نایت. خب هیچی نمیخواد. میخواستم هوگی بندازم که تسلاش بندازم. ابیلیتی بزنیم تسلاش دمیجی بخوره. یه دونه هوگ، یه دونه لاگ اینجوری. اوف چه لاگی شد. یه دونه جلاد. احتمال این ور احتمالا هوگ بره. من شما رو حفظم. اون ور خیلی خطرناکه. اون ور درد دمیجی میخوره و گلدنه تو سریعتر بندازیم پاورمون نره فقط. خوبه. یه دونه هوگیم و اصلا ایو دستش احتمالا. اصلاش ایو نیست. یه دونه ریج میزنیم دمیجی بدیم. اون ور که هیچی. این ور یه پرنس میندازیم. این ور باید جلاده. یه دونه لاگ پاور نره. اوه چرا پاور رفت. والکری
بله تاور رفت. یه دونه برنت میچسب اگه بکنه یه حرکت بزنیم اینجا. یه دونه ریج مگانایت دستش. ای وای ای وای اکسیر از کجا میارین شما؟ باید اکسیر داشته باشین. از کجا اکسیر میارین؟ سیرک کلش رویا. مرسی جلاد. آخه هم مگانایت داری هم خیلی کارتات شعرم بدش. الان میتونیم تاورش بگیریم. مگانایتش زده 1 2 تمام. بدو بدو دلغک. هم بیلدینگ داری هم مگانایت داری. تاورشو درک نکردم. تاورش داره شیفور. او حریف عرب. میبینید دیگه کارتای دست منو دارید میبینید. هوایی زنام 2 تا کارت آخرم. من ریدم تو این منطقه. 2 تا هوایی زن دارم جفتش کارتای آخرم. عالیه. شارژ دگرش خالیه. اگه کارت نریزه تاورش میره. یکی دیگه پرند. مرسی. خوبه بازم خوبه. حریف فرست پلی بالون میزنه. ما هوایی زنایی که 2 تا داریم تو ترکیبمون هیچ کدومش دستمون نیست. خیلی جالبه. جلادو ساپورت نمی کنیم چون احتمال مگانایت هست. بدون مگانایت اینجوری خب هوایی زنمون هم انداخت و این تاورمون هم رفت. بریم حداقل این تاور ازش بود. عجب بازی کسشعری شد. عجب بازی کسشعری شد. تاور ازش بگیرم. مگا مینیون از اون فاصله چجوری خوب زد. خوبه. باید دارکوبین رو بندازیم دیگه. مجبوریم دفاع کنیم چون همه چی الان سر کینتاوره. یه لاگ بزنین کرکر نزن. کارت یه دونه جلاد جمع. جلاد کیری تر از این دیدید بیاد تعریف. بالانش هم زد. باید 2 طرفش کنیم. قطعا مگانایت جلوی جلاد کنیم. قطعا مگانایت میبرد. برو رو ویزارد دیگه. یه سوال فنی. دوارد گوبلین منو کی زد؟ بدون ریج. جلاد هر کی بود الان تاور رو میزد ولی جلاد ما کار داره. یه دیگه بالون بری دیگه من یه هوایی زنه بد کنه دفاع میشه. دارد گوبلین بر نگشت متاسف. بالون رو نگاه کن تو را قرآن. بزن یکی دیگه. اما بدو خونتون. بدو بدو. بکنم یه مش دیگه بخوایم. آره آره بچه آخره. ببینیم بالاخره به 15 کا میرسیم یا نمیرسیم. تاورش هم کنونر زدمونه. تا حدودی کنونر زد ترین تاور برای ماست.
تو این ترکیب. بدون لاگ با فورنیس انداخت. جلادو میندازیم. کاش پرنس دستم بود، پرنس رو انداخت. پویزنش کرد. اون فورنیس بعدی میچسبه، نچسبید. یه پرنس از ته. جلاد یکی دیگه. مرسی. میدم ترکیبش بسشره خوبه، چی نمیخوام. بدون هوگی بندازیم. بیشرمه ترکیبه ندن هوگ. مرسی. هوگ اون 15 بود احتمالا میزد، ولی چون 14 بود نزد. اینجا لول پایینتر یه کمکی به ما کرد. اینجا چون تاور اون برامون دمیج خورده یه دونه ریج بیشتر نمیزنیم. یه دونه پرنس اینجا که اون چیزه نگو میپره رو تاور. نه خب خوبه. ترکیبو نگاه. میخواد اسکیلیمون کنه حریف. امیدوارم جلاد جمع. به گلدن نایت. الان وقت هوگه. یه دونم نزد. دوباره چون اون برمون میشه دمش خورده یه دارت گوبلی میشه. نمیخواد. فورنیس اولوشن بدون پرنس بدون داستان ابیلیتی سری میزنیم. آرژی چی میگه؟ سنگایده آرژی چی میگه؟ این چه کس شعریه چیدی؟ یه دونه هوگ بریم چون بیشرمانش اینجا باید الان خرج کنه. یه دونه ریج، یه ضربه، هوگ 2 ضربه، هوگ یه ضربه دیگه میزنه. عالی. یه گلدن نایت یه ابیلیتی اینجا خیلی میتونه کمک کنه. آرژیشو نمیدونم چیکار کنم. یه دونه لاگ بزنه. اینو چی کار کنم؟ یو بزن پرن. یکی دیگه. تمام اینم 15k. به بالاخره با این ترکیب خلا رسیدیم به 15k. امیدوارم که بچه‌ها خوشتون اومده باشه از این ویدیو. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. خیلی مخلصم.